سلام، خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام یکی از مهمترین تکنیک های زیستشناسی مولکولی یعنی PCR یا واکنش زنجیره‌ای پلیمراز رو از 0 تا 100 یاد بگیریم. PCR روشی هستش که به ما اجازه میده از مقدار بسیار کمی DNA میلیون ها تا میلیاردها نسخه تولید بکنیم. این تکنیک پایه بسیاری از آزمایش های تشخیصی، ژنتیکی و تحقیقاتی هستش و امروزه تقریباً در تمام آزمایشگاه‌های مولکولی مورد استفاده قرار میگیره. شاید براتون سوال باشه که چرا PCR تا این اندازه اهمیت داره؟ پاسخ این هستش که بدون PCR بسیاری از بیماری‌ها قابل تشخیص سریع نبودن. از این روش برای تشخیص بیماری‌های ویروسی مثل کرونا، هپاتیت و HIV، بررسی بیماری‌های ژنتیکی، تشخیص حتی برخی سرطان‌ها، پزشکی قانونی، تعیین هویت افراد و همچنین تحقیقات زیست‌پزشکی استفاده میشه. اساس PCR بسیار ساده هستش. ابتدا دو تا رشته DNA از همدیگه جدا میشن. سپس پرایمرها به محل اختصاصی خودشون متصل میشن و در نهایت آنزیم DNA پلیمراز رشته‌های جدید DNA رو میسازه. این سه مرحله بارها تکرار میشن و توی هر چرخه تعداد مولکول‌های DNA تقریباً 2 برابر میشه. به همین دلیل بعد از چندین چرخه تعداد بسیار زیادی نسخه از DNA تولید خواهد شد. برای انجام PCR به چند تا ماده اصلی ما نیاز داریم. اولین جزء DNA الگو یا تمپلیت هستش. سپس دو تا پرایمر آنزیم تک پلیمراز، نوکلئوتیدهای آزاد یا DNTP ها، محلول بافر یون منیزیم یا MgCl2 و آب بدون نوکلئاز به مخلوط اضافه میشن. نبود یا کیفیت پایین هر یک از این اجزا میتونه باعث شکست واکنش بشه. DNA الگو همون مولکولی هستش که قصد تکثیر اون رو ما داریم. این DNA میتونه از خون، بزاق، بافت، باکتری، ویروس یا هر نمونه بیولوژیکی دیگه‌ای استخراج شده باشه. هرچه کیفیت و خلوص DNA بیشتر باشه، نتیجه PCR خوب دقیق تر هستش. وجود آلودگی یا تخریب DNA میتونه باعث ایجاد نتایج نادرست بشه. پرایمرها قطعات کوتاه DNA هستند که نقطه شروع تکثیر رو مشخص می‌کنند. توی هر واکنش PCR از 2 پرایمر استفاده میشه. یک پرایمر فوروارد و یک پرایمر ریورس. طراحی صحیح پرایمر خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون که اختصاصیت واکنش PCR رو تعیین میکنه و از تکثیر نواحی نامرتبط جلوگیری میکنه. مهمترین آنزیم PCR تک پلیمراز هستش. این آنزیم از باکتری ترموس آکواتیکوس که در چشمه‌های آب گرم زندگی می‌کنند استخراج شده. ویژگی مهم اون مقاومت در برابر دماهای بالا هستش. برخلاف بسیاری از آنزیم‌ها توی دمای 95 درجه سانتیگراد غیر فعال نمیشن و میتونه پس از هر چرخه دوباره DNA رو سنتز بکنه. DNTP ها شامل 4 نوکلئوتید اصلی یعنی DATP، DCTP، DTTP و DGTP هستند. این مولکول ها مساله ساختمانی رشته جدید DNA محسوب میشن. علاوه بر اون محلول بافر شرایط مناسب pH رو واسه فعالیت آنزیم فراهم میکنه و یون منیزیم هم به عنوان کوفاکتور عملکرد صحیح تک پلیمراز رو تضمین میکنه. تمام مراحل PCR داخل دستگاهی به نام ترموسایکلر انجام میشه. این دستگاه به صورت خودکار دما رو در زمانهای مشخص تغییر میده تا مراحل دناتوراسیون، اتصال پرایمر و تحویل سازی به ترتیب انجام بشن. دقت بالای این دستگاه نقش بسیار مهمی تو موفقیت واکنش داره. هر چرخه PCR شامل 3 تا مرحله میشه. توی مرحله اول یا دناتوراسیون دمای حدود 95 درجه باعث جدا شدن 2 تا رشته DNA میشه. توی مرحله دوم یا انیلینگ دما کاهش پیدا میکنه تا پرایمرها به توالی هدف متصل بشند. توی مرحله سوم یا اکستنشن آنزیم تک پلیمراز توی دمای حدود 72 درجه رشته جدید DNA رو سنتز میکنه. این 3 مرحله معمولاً بین 25 تا 35 بار تکرار میشند. توی هر چرخه تعداد نسخه های DNA تقریباً 2 برابر میشه
به همین دلیل بعد حدود 30 چرخه بیش از 1 میلیارد نسخه از قطعه هدف تولید میشه. همین ویژگی باعث شده PCR یکی از حساس‌ترین روش‌های تشخیص مولکولی باشه. امروزه انواع مختلفی از PCR توسعه پیدا کرده. PCR معمولی واسه تکثیر DNA استفاده میشه. ریل تایم PCR علاوه بر تکثیر مقدار DNA رو هم اندازه‌گیری میکنه. RT-PCR واسه بررسی RNA به کار میره و توی تشخیص بسیاری از ویروس‌ها اهمیت داره. همچنین روش‌هایی مثل مولتیپلکس PCR و نستد PCR واسه کاربردهای تخصصی تر طراحی شدند. کاربردهای PCR بسیار گسترده هست. از این روش برای تشخیص بیماری‌های ویروسی مثل HIV، هپاتیت B و C، HPV و سل استفاده میشه. همچنین توی تشخیص جهش‌های ژنتیکی، شناسایی سرطان‌ها، پزشکی قانونی، تعیین هویت، بررسی روابط خانوادگی و تحقیقات زیست‌شناسی مولکولی نقش بسیار مهمی داره. گاهی نتیجه PCR مطلوب نیست. مهمترین دلایلش شامل آلودگی نمونه، طراحی نامناسب پرایمر، کیفیت پایین DNA، دمای نامناسب انیلینگ، غلظت نادرست یون منیزیم، تشکیل پرایمر دایمر یا خطا توی پیپتاژ هستش. رعایت اصول کار توی آزمایشگاه و استفاده از کنترل‌های مناسب احتمال این خطاها رو به حداقل میرسونن. توی این ویدیو با مفهوم PCR، اجزای واکنش، مراحل انجامش، انواع مختلفش و مهمترین کاربردهای اون آشنا شدیم. اگه این آموزش واسه شما مفید بود، لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلام رو فعال کنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. از همراهی شما سپاسگزارم.